سلام دوستان عزیز، خوب هستین؟ حالتون خوبه؟ سلامتین؟ خب عزیزای دلم، من امروز میخوام اناربیج گیلانی درست کنم که مواد لازم این کاسه آبگوشتخوری گردو نصفش. دقت بفرمایید. گوشت چرخ کرده و سبزیجات معطر گیلان شامل چوچاق، خالواش و گیشنیز که همون هیل می باشد و کمی هم پونه، پیاز، رب انار ترش چون ما ترش دوست داریم. حالا اگه ملس دوست دارید میتونید رب انار ملس بریزید، نمک و فلفل. ابتدا میریم مغز گردو رو مورینکس میکنیم. یه مقدار کم روغن میریزم ته این قابلمه. گردو رو خالی میکنم تو قابلمه. یه کوچولو تفتش میدم. مغز گردو رو ربع انار رو اضافه میکنم. شد یه قاشق پر. آب رو اضافه میکنم. 2 لیوان، 3 لیوان، اینم 4 لیوان، چون در حال پختن آبش بخار میشه. نگاه کنین، نصف پیاز رو رنده میکنم داخل این گوشت چرخ کرده. این سبزی هم که یادتونه من قبلا سرخش کردم و آموزشش هم دادم، بعداً خواهید دید. نمک، کمی هم زردچوبه. حالا ورزش میدم. 20 دقیقه میذاریم بمونه که من گذاشتم. برمیداریم کوچولو قلقلیش میکنیم. روغن میریزم کمی داخل این تابه. اینم گوشتای قلقلیمون. یک کمی تفتش میدم. اینم از گردو ربع انارمون. ببینید بچه‌ها، نگاه کنید عزیزای دلم. نمک دیگه به اندازه دلخواه درشو میذارم بپزه. یکم هم اینجوری میذارم که سر نره. تا این اندازه تفت خورد کافیه. اما اینو میذاریم تا 1 ساعت بپزه ها. این مغز گردو رو با ربع انار میذاریم تا 1 ساعت بپزه. آبش هم کم بشه. تفت خورد. الان میرم سراغ خورد کن. آب و پیاز رو میگیرم. این آب پیاز رو که گرفتم بعد سرخش میکنم. این پیاز سفیده چقدر آب داره. ریختم تو تابه که سرخ شه. کمی روغن، کمی هم نمک، زردچوبه. من تو فسنجون و اناربیج فلفل نمیریزم چون اصلا دوست ندارم. حالا شما میریزید دیگه، اون بستگی به ذائقه و میل خودتون داره. آره شمی جان قربان، فدای شما. لایک شما رو یاد نشه. لایک، سابسکرایب. باش زکن جان، شمی قربان. بقول میمار خدا بیامرز تنگلو تنگلو خوره جوش کنه. تنگلو تنگلو یعنی تلنگر تلنگر جوش میکنه. خدا قدیمیان بیامرزه. چه عشان اصطلاحایی داشتیدی، حرفای خوبی زدی. حالا میخوایم که بهش شوک وارد کنیم. 2 عدد یخ میندازیم داخلش. درش اینجوری میذاریم. این هم دیگه سرخ شد. این پیازمون هم سرخ شد. ببینید اینهاشش. دوستای عزیز نگاه کنید. الان موقع پیاز داغمونه. بعد اون سبزیجات معطری که سرخ شده رو میریزم داخل همین موادمون.
ببینید نگاه کنید چه غلیظه. خب اگه دیگه میخواد سبزیه باش بجوشه دیگه چیزی ازش نمیمونه، پس بنابراین باید یه مقدار آب اضافه کنیم که باش بجوشه اون سبزی. نگاه کنید زنم داره خودش رو نشون میده. میذاریم تا نیم ساعت بپزه. دوستان نگاه کنید چه روغنی انداخته. ببینید روغنشو هم میدم. قلقلی ها رو اضافه میکنم. خب چند دقیقه ما باید بمونه تا جا بیفته؟ 20 دقیقه بمونه کافیه. میدونی چرا؟ چون که این قلقلی ها رو من یه تفت کوچولو داده بودم. ببینید قلقلی ها رو یه تفت کوچولو داده بودم. حالا اینا هم میشه با مرغ درست کرد، بوقلمون درست کرد، با اردک درست کرد. گناه داره چرا باید با اردک درست کنی؟ خب دیگه تو شمال میخورم. حالا درش میذارم کامل واسه خودش بپزه. حاضر شد موقع خوردن با من همراه باشی. دوستای گرامی نهار من حاضر شد. این از اناربیجم. بفرمایین نوشی جون. دلتون نخواد. ببین چه اناربیجی شده با گوشتای قلقلی، چه روغنی افتاده. نگاه کنین روغن جکفته. روغن الان روغن ببینیدی؟ چه روغنی جکفته. واقعا جاتون بسیار خالی. نزدیک بودید حتما واسهتون می آوردم. دوستان گرامی نگم براتون خیلی خوشمزه شده. البته خودم نباید تعریف کنم ولی خوشمزه شده. جاتون بسیار سبز. لایک، سابسکرایب یادتون نره. مامی فداتون میشه. دیگه میخوام بای کنم که نهار بخورم. بفرمایید در خدمت باشم. بای.